قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي قاعده اولی است که معنای عقیده را در لغت و اصطلاح عقیده بدانیم. عقیده در لغت از کلمه عقد گرفته شده که به معنای بستن، ربط دادن و گره کردن است. مثلا وقتی بگوییم که نکاح را عقد نمود یعنی نکاح را بست و با این نکاح رابطه بین دو شخص بسته شد. و اگر بگوییم عقد عبدالله الخیط، عبدالله تار را بسته نمود، یعنی در زبان عربی وقتی که عقد استعمال میشه هم در چیزهای مادی استعمال میشه و هم در امور معنوی، بستن بین دو چیز. علم عقیده رو چرا عقیده میگن؟ میگن زیرا قلب انسان را با خالقش ربط و بسته می نماید. پس کسی که عقیده را بخونه قلب ازی با الله رابطه پیدا میکنه و کسی که عقیده را نفهمید شیطان قلب ازی را هر طرف میبره و مخلوق، پس قلب مشکل پیدا میکنه. و قلب سلیم که انسان مسلمان در روز قیامت از بلاهای را نجات میته، الا من اتى الله بقلب سلیم. کدام قلب است؟ قلب است که او رابطه بسیار قوی با الله داشته باشه. عقیده توالی عقیده وای د پاره چې د انسان زړه الله سره تړي، هغه زړه حقیقی زړه ده چې سالم زړه، الا من اتى الله بقلب سلیم. الله وایي چې یوم لا ينفع مال ولا بنون، چه شی په درد خوري؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر حق انسان چې په سالم زړه د الله دربار ته حاضر سی. او سالم زړه کوم زړه ده چې په هغه کې توحید عقیده ځای ولري. قاعده دوم، معنای عقیده توحید را در لغت و اصطلاح بدانیم. توحید در لغت به معنای یگانگی می باشد و در اصطلاح یگانگی الله در 5 چیز است. در 5 چیز در قرآن عظیم شان عقیده در 5 چیز ذکر شده: در ذات الله، یک، دوم در صفات الله، سوم در افعال الله، چهارم در عبادت الله و پنجم در اطاعت از شریعت الله. عقیده داشته باشیم که الله در افعالش ذات یگانه هست، بناءً افعال خالق را به کس دیگری نسبت، اینه میگه یک نقطه از پیششان مانده. عقیده داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی در صفاتش یگانه هست، بناءً صفات خالق متعال را به مخلوق نسبت نمیدهیم. عقیده داشته باشیم که الله در عبادتش یگانه هست، به این اساس فقط عبادت را مخصوص خالق نموده و کسی را در عبادتش، اینجا یک تی مانده، شریک نمیکنیم. متوجه هستین؟ عقیده داشته باشیم که الله در اوامرش یگانه هست، به این اساس فقط شریعت الله را قبول نموده، قوانین دیگران را بالای خود تطبیق نمیکنیم. به این اساس کسی که عقیده توحید دارد الله را به یگانگی در ذات، صفات، افعال، عبادت و پیروی از شریعتش ایمان داشته مطابق آن زندگی می نماید. هم ایمان داشته باشی، هم مطابق از او چی کنی؟ زندگی بکنی. از مرگ خود بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنی.